درود بر شما. یک شنبه دیگه و برنامه از خواندنی های مطبوعات. گروهی از خبرنگاران بدون مرز که مقر آنها در فرانسه می باشد در پی ارسال نامه‌ای به مسئولان ایران به صدور حکم زندان و شلاق برای عباس معروفی، مسئول و مدیر مجله گردون، اعتراض کردند. در همین رابطه به گزارش روزنامه کیهان چاپ لندن، سیمین بهبهانی شاعره معروف و هوشنگ گلشیری داستان نویس سرشناس در نامه‌ای به دادگستری تهران خواستار تحمل بخش و یا تمامی مجازات‌هایی که برای عباس معروفی مدیر مجله گردون در نظر گرفته شدند. با نزدیک شدن عید ضربان قلب کارمندان دولت بیشتر و بیشتر می شود. قیمت متوسط کالا در آبان ماه امسال 52% نسبت به سال پیش بالا رفته است. و حالا به چند خبر گوناگون توجه فرمایید. درگذشت سیاوش کسرایی. سیاوش کسرایی شاعر معروف ایران پس از یک عمل جراحی قلب در بیمارستانی در شهر وین در سن 69 سالگی درگذشت. کسرایی که از مؤسسان نخستین کانون نویسندگان ایران در سال 1346 بود. در استان فارس یک مرد 107 ساله با یک دختر 20 ساله ازدواج کرد. به گزارش روزنامه تهران، یک مرد روستایی در استان فارس با یک دختر 20 ساله اهل همین روستا ازدواج کرد. این مرد 107 ساله دارای 5 فرزند و 50 نوه و نتیجه می باشد. سال روز درگذشت ابوعلی سینا. ابوعلی سینا در سال 370 هجری قمری در بخارا متولد شد و نزد پدرش دانش آموخت و سپس مطالعات خود را در علوم ریاضی، طب و نجوم ادامه داد. در جشنواره فیلم در برلین تنها یک فیلم ایرانی در بخش جداگانه کودکان برلین به نام باد کند که سفید شرکت خواهد کرد. الیزابت تیلور برای 7مین بار از همسرش جدا شد و برای 8مین بار آماده ازدواج می شود. همسر آینده الیزابت تیلور کارهای ساختمانی می کند و شخصاً بولدوزر می راند و 20 سال از او جوانتر می باشد. روزهای جمعه 600,000 نفر به کوههای اطراف تهران می روند. مثلا در کوهستان قیمت یک چای در لیوان یک بار مصرف بین 30 تا 50 تومان، یک پست و 3 تخم مرغ 170 تومان و خرما دانه‌ای 10 تا 15 تومان فروخته می شود. بروکشیلد ستاره معروف و مدل معروف که عاشق و دلباخته آندره آگاسی قهرمان تنیس می باشد، امسال نیز تصمیم دارد همچنان عاشق و دلباخته بماند. آندره با درآمد 16 میلیون دلاری خود تصمیم دارد امسال نیز در مسابقات شرکت کند و برای مقام‌های نهایی تلاش کند. به برنامه این هفته پایان میدیم و یک شنبه خوبی برای شما آرزو میکنم. خدا نگهدار.